ابی طالب علیه السلام و الائمة المعصومین. این عید اکبر را، عیدی که از همه اعیاد بزرگتر است، برای شما مؤمنین و شیعیان امیر المؤمنین تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خداوند متعال خواهانم که در این روز عیدی همه ما و شما را فرج امام زمان عنایت بفرماید. بندم فقط یک چند دقیقه مختصری مزاحم شما مؤمنین می شوم و نام خود را هم ثبت این مجلس کنم، چون همه چیزها را که مناقب خانای عزیز، اون چیزی که بنده می گفتم میخواستم بگویم در اشعار زیبای این مناقب خانها بیان شد. ذکر علی عبادت، پیغمبر اکرم میفرماید ذکر علی عبادت، یاد کردن علی عبادت است. زینوا مجالسکم ذکر علی ابن ابی طالب، مجالس خود را بزینت کنید از یاد امیر المؤمنین علی علیه السلام. علی خیر البریه، علی خیر البشر. اینها روایاتی است که از کتابهای برادر، از کتابهای شیعه نیست، تمام اینها از کتابهای برادرانمان اهل سنت است. یک روایتی را میخوانم که شما مناقب خانها که اینقدر ذکر امیر المؤمنین را گفتید، الان این روایت را گوش کن. آب دریا را به قدری کی بلده باید کشید. احسن. اینجا پیغمبر چی میفرماید؟ لو ان الغیاث الاقلام والبحر مداد بل جن حساب بل انس کتاب ما احسن فضائل علی ابن ابی طالب. این را کی میگوید؟ مناقب المغازلی خوارزمی. مناقب الخوارزمی یکی از علمای برجسته اهل سنت است. جلد 2 صفحه 235 چی فرماید؟ میگه اگر جنگل ها قلم و دریا مرکب و جنیان شمارگر و انسان ها کاتب شوند، فضیلت های علی ابن ابی طالب را نتوان به آمار آورد. این را علمای اهل تشیع بیان نمی کند. این را یکی از علمای برجسته اهل سنت که خوارزمی است، اون بیان می فرماید. خب یک این حدیث را ما فقط زمین کفایت می کنیم. خب غدیر خم چیست؟ غدیر در کجا قرار دارد؟ غدیر در عربستان سعودی، در مکه معظمه، منطقه به نام جوفه است. تقریبا 3 میلی مکه معظمه است. یک جایی است به نام غدیر، به نام خم. خم به معنای دریاچه بسیار کوچک یا رود بسیار کوچک است. خب این روز چه فضائلی دارد؟ ببینید یک روایتی دارد امیر المؤمنین خیلی عجیب است. میگوید هر کس در این روز 1 درهم به مرد مؤمن و مؤمنه خود هدیه بدهد، برابر 100,000 درهم خدا میدهد.
بعد از این میره بالا امیرالمؤمنین چی میگن؟ میگه اگر کسی در این روز کسی را اطعام بدهد 1,24,000 پیغمبر را اطعام دادن. باز میره بالا میگه اگر در این روز کسی برادر مؤمن و مؤمنه خود را اطعام بدهد به علاوه 1,24,000 پیغمبر که هر کدام این 1,24,000 پیغمبر وصیه داشتن که وصیان اینا هم 12 نفر بودن. الان شما ضرب بزن 1,24,000 پیغمبر را با 12 وصیانشان. بعد امیرالمؤمنین باز بالا می رود میگه هر کسی در این روز کسی را پول بدهد یا درهمی بدهد اگر چیز ندارد میگه برو قرض کن، میگه من علی ضامن میشم. ببین میگه من علی ضامن میشم که قرض اون را بپردازد. اون قدر این روز با عظمت است، اون قدر این روز با برکت و با فضیلت است. یا علی یا علی، علی یعصوب دین حبل المتین است. علی تفسیر قرآن مبین است. ولایت اصل دین است. همواره حرف یزدان این چنین است. تمام اعتقاد ما همین است. به کوری دو چشم هرچه بدها فقط حیدر امیرالمؤمنین است. به روح مقدس امیرالمؤمنین خداوند انشاءالله که همه شما عزیزان در این روز عیدیتان را بگیرید. خداوند انشاءالله که مشکلات، گرفتاری ها و فقر و بیکاری را از مملکت ما برطرف عنایت بفرماید. صلوات بلند عنایت محمد. همه رو به قبله. یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدایا ما را ببخش و بیامرز، عاقبت من را ختم بخیر بفرما. خدایا تا ما را میامرزیدی از این دنیا مبر، این ماه و سال را آخر عمر ما قرار مده. خدایا فرج مولای ما، آقای ما، سردار ما، نور چشم ما، قوت قلب ما، ولی نعمت ما، تاج سر ما. خدایا امام زمان من را عنایت بفرما. خدایا فقر و بیکاری و تنگدستی و پریشانی و گرفتاری ها را از مملکت ما برطرف عنایت بفرما. خدایا همه مریضای مؤمنین مؤمنات، مریضهای اهل مجلس من که التماس دعا فرمودند، خدایا از ساعه شفا عنایت بفرما. خدایا درد و مرض را از اقوام ما، از این خانواده های ما خدایا برطرف عنایت بفرما. خدایا به مرضهایی که علاج ندارد، دوا ندارد، هیچ یک از این مؤمنین را خدایا مبتلا مفرما. خدایا کینه و کدورت و بخل و دروغ و خدایا غیبت را، بداخلاقی را از همه ما برطرف عنایت بفرما. خدایا خانه مکه معظمه، عتبات عالیات را نصیب روزی ما عنایت بفرما. خدایا سفر مسافرین را بی خطر بفرما. خدایا انبات همه من را غریق رحمت بفرما. برای روح مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات بلند عنایت